خیلی تو میگردی فعلا باور از این پون برید دیمیانه است از این پون تاج برید دیپون از این بالا که رفتی من مالتک است. یکی از نکته‌های خیلی جالبی که هست که به خاطر آبی که از این منطقه به طرف خود داخل قریه جریان داره خیلی به شکل منظم و ساخته شد. به نام خداوند که عشق را فرید و این عشق باعث شد که ما کنار همدیگر زندگی بکنیم. بینندگان و هموطنان نهایت عزیز چنل مای میدیا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزو میکنم در هر قسمتی از این دنیای زندگی میکنید و ما را پشت پرده های رسانه های مجازی تان میبینید. آرزو میکنم خوب و خوش و سر حال باشید. ما امروز در جای قرار داریم که به نام کافردره مشهور است. یکی از ولسوالی هایی که در نزدیکی شهر پلالم مرکز ولایت لوگر قرار دارد. اینجا ولسوالی خوشی است، ولسوالی که مردم آن سرشار از عشق، محبت، مهمان نوازی و هر چقدر که از مهمان نوازی آنها یاد بکنی کمتر است. پس میریم و صحبت هایی داشته می باشیم با اهالی این منطقه و کسانی که در اینجا زندگی میکند. پس ما رو دنبال کنید تا از این از صحبت های آنها مستفید شوید. بینندگان عزیز، ما طرف منطقه آبتک روان هستیم که به نام منطقه دنتنگ نیز یاد می شود. ببینیم که چه قسم منطقه است و مردم چرا اونجا با چکر می روند و یک منطقه بسیار دیدنی خواهد بود. پس ما را همراهی کنید تا در جریان گزارش از این منطقه با هم یاره دیدن. ما در جریان ثبت گزارش خود با یک کاکا سر خوردیم که خیلی اخلاقی نکته داشت. پس میخوایم یک صحبت های با آنها داشته باشیم که زندگی چطور میگذره و در چه وضعیت هستن. پس زندگی بخیر بگذره. خوب استی خانه خیرت مندقات خیرت خودت چه خود خوب استی زندگی چطور میگذره؟ فضل خودش کاربار فضل خدا شما خوب استی؟ والا فضل خدا میگذره. ما آمدیم اشارتون باشه که اول شما رو بگیریم که چه زندگی میکنیم. کاش که اول ما رو بگیری که وطن میگواره میشه ما دل نبیریم. چرا همون نیست ساله؟ تا مرز که دلش میشه چی تو کنتر نونده کشیدن چرا خواهی؟ باید دیگه نه حالا خرا خرجایانه پیش که بود ما دی مدت زندگی کردن هم دیدیم. دوست مگره و غرب مگره شده فرض خود بیارم برای شکر است که می‌آرام است زندگی خوش می‌گذره. فضل خوشحالی شکر بیشتر از کاروبار اینجا شکر فضل می‌گذره. فضل چای می‌خریم برتن عرضی بید چای برتن دم می‌کنیم چای بخوریم توتم برتن من خاص چهارمان برتن مشکلیم بخوریم نشار تر می‌ریم بارون خدا کامتون نکنه. یک چند تا معلومات می‌خواستیم که در ولایت خوشی البته در روستای خوشی چند قوم زندگی میکنن چقدر نفوذ دارن این معلومات های برام دیگه خدر معلومات ندارم چقدر یاره شاید باشه 5-6 خانه باشه پاینده مینده بالایی چند هست اینجا؟ یاره 5-6 خانه نه چند دی هست اینجا قریه داشتن یا قریه است این قریه تو مگردی فعلا باقی رکھی از این پون برید دیمیانه است از این پون تاج برید دیپون است از این بالا که رفتی من مالتک است
مردم یه بار چکر جت نه؟ کدام فصل میام جا؟ هر وقت اینا را در خونه که توسان شد مردم آرام میگرده بال نرفته بشه گرنی او چیم جور کردن واسه جای جور کردن مردم از هر منطقه می چه لوگر باشه چه کابل باشه چه آن دیرو تخاندار رسونه خب در کار بارتان برکت انشالله رازم زندگی نیز آینده خود بگذره زنده باشه میشینین ما در خدمتگار داریم اینی جای شغل است که شما باید مگردین میشینین گپ میزنین ما از شکر میکنیم واقعا قسمی که مردم تعریف میکنه که مردم خوشی خیلی مهمان نواز است همین رو معلوم میشه و انشالله خوشی خود است که نفوسش کم است مسافرت زیاد است سالا مسافری کرده قدر میمان زیادتر من اینجا مردم کاربار چی کاربار میکنه حالا فعلا خواستم این دو زمستان است کل بیکار کار برو فعلا کار نیست پاکستان چه مردم زمینداری چی والا خوب است در خوشی و زمین زیاد نداره زمینشون خیلی کم است حال ما خودم واقعا زمین نداره این دنی و وزیرستان خداست که زمین انسان خود متاسفانه برد هم چندان نکرد نه بر مرا خدا روزی بده وقت بود باران برس بده یعنی خودم چه رقم است توکل خیلی تشکر سپاس با خدا مداخت نمانو خطی اندیوال بیا خدا رسی چه بتون دم میکنم 4 ماه تمیدم از هر جا کسی برادر میشه بینندگان نهایت عزیز ما بالاخره بعد از طی کردن یک راه بسیار زیاد پرچالش به منطقه آبتک ولسوالی خوشی رسیدیم. اینجا جایی است که واقعا به خاطر تفریح سرگرمی و چکر یک جای خیلی دیدنی است. قسمی که شما تصویر میبینید پشت سر ما کوههای بسیار زیاد مرتفع و آبی که جریان دارد یک صحنه بسیار زیاد طبیعی خیلی خوشایند را ساخته است. پس اگر میخواهید که با چکر جای بروید در منطقه لوگر منطقه آبتک رو انتخاب کنید. یکی در زمستان قدر صحنه جذاب دیدنی داره، پس در تابستان چقدر جذابیت خود را صحنه خواهد داشت. متاسفانه این سال زمستان خیلی خشک میگذره و متاسفانه هیچ بارش و هیچ برف ریزی ایتسایی خوب نشده است در افغانستان، البته خصوصا در ولایت لوگر. پس آب کمی اینجا جریان داره و شما قسمی که در تصویر میبینید زمینایی که پاره پاره شده تأثیری از وقتی است که چند سال پیش اینجا یک سیل خیلی وحشتناک آمده بود که متاسفانه باشندگان زیادی از مردم این ولایت و البته این ولسوالی را جان باختن و آرزو میکنم که دیگر شاهد این قسم رویداد تلخ و خونین نباشند. قسمی که در تصویر دیده میشه به نظرم شاید قبلا سطح آب خیلی بلندتر بوده، چون درختایی که دو سانه دیده میشن با سرعت آب اینها چشان تغییر کرده و جلوی رزشان. ما نمیفهم که چی خبر شده اینجا، یا هم تاثیر سیل‌های است که اینجا آمده است. یکی از نکته های خیلی جالبی که است که
به خاطر آبی که از این منطقه به طرف خود داخل قریه جریان داره خیلی به شکل منظم و ساخته شده که آب اصراف نشه و جای دیگر نره و از این آب استفاده بکنن. واقعا این آب اینقدر صاف است که یعنی آب معدنی برایش هیچ چیز هم نیست. از کسایی که در داخل شهر میگردن و صدا میکنن که آب معدنی شرکت آب معدنی شرکت، به نظر من زحمت نکشین. لوگر اینقدر آب صاف داره که هیچ قابل توصیف نیست. یعنی سنگایی که داخل زیر آب هستن به قدر وضاحت دیده میشه مثل که زیر شیشه است. پس لوگر یکی از صفتهای دیگرش که است آب خیلی زیاد پاک و شیرین و خوبش دارد. بینندگان و هموطنان نهایت عزیز، از اینکه تا این قسمت گزارش ما را همراهی کردید از شما قلباً سپاسگزار هستم. آرزو میکنم در گزارش های بعدی نیز ما را همراهی کنید تا ما به شما مناطق بسیار زیبا و دیدنی لوگر را به تصویر بکشیم. و همچنان جا دارد تشکری کنم از همکار نهایت عزیزم احسان الله زدران که در بخش کامرامانی ما را همراهی کردند. پس تا گزارش بعدی شما را به خداوند یکتا به همتا میسپارم. شب روزی خوش داشته باشید. الله نگهدار.